اگه میخوای یه اپلیکیشن، یه وبسایت یا یه نرم افزار بسازی، حالا یا برای کسب و کارت یا که میخوای یه استارتاپ راه بندازی ولی نمیدونی از کجا شروع کنی، این ویدیو مخصوص توه. سلام، من نیلوفرم و به کانال یوتیوب من خوش اومدی. احتمالاً وقتی که میخوای همچین کاری انجام بدی ممکنه که بری سراغ آژانس‌های طراحی، ولی خب نمیدونی که کیفیت کارشون چجوریه و خب نمیدونی که چجوری هم تشخیص بدی که کیفیت کارشون چجوریه، یا اینکه تصمیم گرفتی که بری یه تیمی رو پیدا کنی که این کار رو انجام میده و خب مثلا آژانسی، ولی خب نمیدونی که یک تیم خوب باید چه شکلی باشه که اون کاری که تو میخوای انجام بده، یا اینکه خودت تصمیم گرفتی که یه تیم بسازی و یه سری حالا نقشای مختلف رو توی تیم اضافه بکنی و مشکل چیه؟ نمیدونی که هر کدوم دقیقاً چی کار میکنن و باید چه کسایی رو داخل تیم اضافه بکنی. توی این سری ویدیوها میخوام بهتون یاد بدم، با هم دیگه یاد بگیریم که هر نفر توی ساخت وبسایت و اپلیکیشن دقیقاً چه نقشی داره، یعنی هر نقش دقیقاً قراره چه کارهایی انجام بده و اینکه چه کسایی باید توی تیم همون اول کار وجود داشته باشن و چه کسایی همون اول کار نیاز نداریم بهشون، چون بودجه ما محدوده، زمان ما محدوده و میخوایم یه نتیجه برسیم از چیزی که میخوایم انجام بدیم. پس اگر که میخوای حالا اپلیکیشنی، وبسایتی، نرم افزاری چیزی بسازی و یا حتی میخوای توی تیم‌های استارتاپی این مدلی کار بکنی، قطعاً این ویدیو خیلی خیلی به دردت میخوره. توی این قسمت میخوایم با هم دیگه بفهمیم که طراح محصول یا حالا انگلیسیش پروداکت دیزاینر یا UI UX دیزاینر دقیقاً کیه، چه نقشی داره و قراره توی تیم چه کاری برامون بکنه. بیاین که بریم ببینیم. احتمالاً شده که مثلا بری یه اپلیکیشنی رو نصب بکنی، بعد مثلا فرض کن می‌خوای باش کارت به کارت کنی، بعد می‌بینی اصلا نمیتونی باش کاری انجام بدی، انقدر سخته، انقدر مراحلش پیچیده است، انقدر اذیتت میکنه که اگر مجبور نباشی ازش استفاده بکنی بیخیالش میشی، پاکش میکنی. مثل اپلیکیشن بانک ملت، من هیچ وقت نه با اپلیکیشنش نه با وبسایتش نتونستم ارتباط برقرار کنم. یا برعکس، یه سری اپلیکیشن ها هستن که انقدر راحتن، انقدر خوش دستن، انقدر کار کردن باشون آسونه که حتی مامان بزرگ منم میتونه باش کار کنه، مثلا بلو بانک. این که با یه اپلیکیشن خیلی راحت میتونیم کار کنیم و با یه دونه دیگه خیلی نمیتونیم کار کنیم، دلیلش به نظرتون چیه؟ فکر میکنی فرقش فقط تو ظاهره؟ نه، دلیلش اینه که اون کسی که طراح محصول بوده تونسته یه تجربه خوب برای کاربرش بسازه و فقط این طراحی ظاهری و اینجور چیزا نیست، پشتش کلی داستان و کلی ماجرا. میخوام یه داستان واسهتون بگم. فرض کنیم که دو تا تیم داریم، دو تا تیم استارتاپی داریم که قراره توی 6 ماه یه اپلیکیشن بسازن و لانچش کنن، یعنی که بیارنش توی بازار، کاربرا ازش استفاده کنن و خب ببینن که چجوریه و چجوری نیست. هدف جفتشونم اینه که محصول اولیه‌شون یا نسخه اولیه‌شون یا MVP، حالا اصطلاحاً بهش میگن MVP، بره توی بازار، یعنی کاربرا استفاده کنن همونجوری که گفتیم و بازخورد بگیرن. پس هدف اولیه شد این. تیم اولیمون یه مدیر محصول داره که تو ویدیوی بعدی میگم که کارش چیه، انجام یا اشاره میگم، و 2 تا برنامه نویس داره. تیم دومیمون یه مدیر محصول داره مثل قبلی، 2 تا برنامه نویس داره. اینجا یه طراح محصول هم اضافه تر داره. اگر که حالا مثلا زبان برنامه نویسیش یه چیزی باشه که بشه فول استک کار کنی و اینا، یا حالا مثلا بستگی مثلا به زبان‌های مختلف داره، ممکنه که مثلا شما یه برنامه نویس فول استک هم داشته باشی. حالا فرض کن توی این تیم 2 تا برنامه نویس داره. پس شد چی؟ تیم اول یه مدیر محصول، 2 تا برنامه نویس، تیم دوم یه مدیر محصول، 2 تا برنامه نویس به اضافه یه طراح محصول یا UI UX دیزاینر. خب بریم ببینیم این 2 تا تیم چجوری تو مسابقه پیش میرن و چی میشه. خب تیم اول مدیر محصول میاد برنامه‌ریزی میکنه، ویژگی‌هایی که این اپلیکیشن باید داشته باشه رو مشخص میکنه. حالا بر اساس یه سری کاری که میکنه و یه سری تصمیمایی که میگیره ویژگی‌ها رو مشخص میکنه و برنامه نویس ها بر اساس ویژگی‌هایی که اون مدیر محصول مشخص کرده که ما مثلا یه اپلیکیشنی میخوایم که این ویژگی‌ها رو داشته باشه و باید تو فلان موقع پیاده سازی بشه، برنامه نویس ها هم شروع میکنن طبق چیزایی که حالا ویژگی‌هایی که مدیر محصول گفته و توضیحاتی که دربارشون داده که مثلا باید این ویژگی‌ها رو داشته باشن، اینجوری باشن، اونجوری باشن، میان و از همون هفته اول میرن سراغ
برنامه‌نویسی. خب این تیم یه نقشه کلی دارن، همون ویژگی ها و اینجور چیزا. مثلا میدونن که توی صفحات مختلف میدونن مثلا این صفحات مختلف رو داریم، هر کدومش باید این کارا رو انجام بده و کلا اپلیکیشن رو باید این کار رو انجام بده. اینا رو میدونن. کاری که میکنن چیه؟ میدونن که یه نقشه کلی دارن، مثلا این بخشا رو دارن، این ویژگی ها رو باید پیاده سازی بکنن. مثلا کاربر از این دکمه کلیک کرد باید بره فلان جا، ولی اون مسیری که مثلا دقیق داشته باشن که کاربر از اینجا میره به اینجا و حالا دقیقاً چه مسیری رو باید برای هدفش طی بکنه به صورت ویژوال ندارن، یعنی به صورت تصویری ندارنش که دقیقاً بدونن که کاربر چیکار میکنه. خودشون باید برای خودشون ترسیم کنن و خب اونو درست بکنن از ذهن خودشون. خب طراحی ندارن که از روش برنامه‌نویسا حالا بخوان شروع بکنن کار بکنن. و اینکه یه جورایی برنامه‌نویس قرار اینجا برنامه‌نویسی کنه، یه جورایی برنامه‌نویس اون نقشه راه رو نداره که بدونه مثلا دقیقاً چه جوری باید انجام بده و باید چیکار بکنه. با آزمون خطا و اینجور چیزا میره جلو. مثلا یه دکمه رو یه جا میذاره، بعد مثلا توی بعدن یک ماه بعد میفهمه که مثلا این جایی که اینو گذاشته مثلا به بنبست رسیده، مثلا یه جای اشتباه کرده، باید برگرده و درستش بکنه دیگه. هی باید آزمون خطا بکنه که خب این خیلی طبیعیه دیگه. یه جایی هم به بنبست ممکنه بخوره دیگه، هی باید مثلا واسه درست بکنه و اینا. حالا 6 ماه گذشته، اپلیکیشنی که تیم اول آماده کردن آماده شده، امکانات زیادی هم داره. مثلا 4 تا ویژگی اصلی قرار بوده داشته باشه و این 4 تا ویژگی اصلی پیاده شده. بریم سراغ تیم دومی. تیم دومی چیکار کردن؟ توی تیم دومی دوباره مدیر محصول میاد برنامه ریزی میکنه، میاد ویژگی اپلیکیشن رو مشخص میکنه و حالا کار متفاوتی که اینجا میکنه، میاد با طراح محصول این ویژگی ها و امکاناتی که نیاز داره رو در میون میذاره. طراح محصول از همون اول کار میاد شروع میکنه درباره این ویژگی ها که چجوری توی حالا اپلیکیشن های مشابه پیاده شدن تحقیق میره. رقبا اپلیکیشن های مشابه حالا داخلی خارجی هر چیزی که هست بررسی میکنه، نقاط قوتشون رو در میاره، نقاط ضعفشون رو در میاره و میفهمه که خب اینا چه حالا ایرادا و چه نقاط قوت و ضعفی دارن و خب چه جوری کلا اپلیکیشن های دیگه چه جوری اومدن اون ویژگی رو پیاده سازی کردن. یا اینکه حتی ممکنه که مثلا اون ویژگی که میخواد پیاده سازی بکنه رو تا حالا هیچکس توی مثلا نرم افزار پیاده سازی نکرده باشه. تو دنیای واقعی بررسی میکنه که چه جوری دارن اون مشکل رو حل میکنن، چه جوری اون کار رو انجام میدن. کار دیگه که میکنه بعد از این میاد یه پرسونا تعریف میکنه. در واقع پرسونا چیه؟ پرسونا میگه یه سری افراد رو نشونه میکنه، میگه این افراد احتمالاً توی آینده مشتریای من میشن. و اگه اپلیکیشن وجود داشته باشه و کاربر داشته باشه، اینا یه مجموعه از کسایی هستن که مشتریای ما هستن و ما باهاشون مثلا بهشون خدمات میدیم. میاد اینا رو در نظر میگیره. مثلا میگه مثلا فرض کن یه کاربری داریم که اسمش نیلوفره، مثلا سنش 20 مثلا 4-5 سالشه، شغلش فلانه، کاربر ما هست، همچین ویژگی شخصیتی داره، همچین چیزایی رو میاد بررسی میکنه و حالا یه چند تا دسته از اینجور آدما مشخص میکنه. مثل همون اول که من اول ویدیو اومدم گفتم که احتمالاً شما اگر همچین ویژگی دارید این ویدیو به دردتون میخوره. حالا طراح مسئول میره مشتریای احتمالی که ممکنه وجود داشته باشن و پیدا میکنه، یه تعداد افرادی رو باهاشون حرف میزنه، میشینه مصاحبه میکنه. ولی خب نه مصاحبه خشک و رسمی، یه جوری که حالا بر اساس تست مامان بره جلو. میتونید سرچ بکنید تست مامان چیه، یا یه همچین روشایی. یه جوری از اون فرد سوال میکنی که اون فرد حس نکنه داره بازجویی میشه، یا یه جوری ازش سوال میکنی که ایده رو بهش لو ندی. مثلا نمیگی من یه اپلیکیشن مثلا بانکی دارم استفاده میکنی، یا اینجوری میره یه سری سوالات میکنه که اون سوالات باید خیلی دقیق و درست پرسیده بشه تا اون اطلاعاتی که میخواد به دست بیاره. یه سری اطلاعات از مشتری یا اون کاربر احتمالی به دست میاره و بر اساس اون اطلاعات میفهمه که احتمالاً اونا چی میخوان. همه اینا احتمالی یا بعدا مشخص میشه که واقعا همون چیزی که میخواستن طراحی شده یا نه. حالا مسیری که بر اساس حالا فرض کنید اون رفت تحقیق کرد و اینا، حالا مسیری که کاربر برای رسیدن به هدفش باید طی کنه رو طراح محصول میاد میسازه تا بیزینس به اون چیزی که میخواد برسه و شروع میکنه به طراحی کردن. روی کاغذ اتود میزنه، به همکارش نشون میده و داخل نرم افزارهای مختلفی مثل حالا فیگما یا حالا نرم افزارهای دیگه شروع میکنه طراحی رو انجام میده. و حالا با توجه به این کاری که این فرد کرده، مشخصه که کاربر قراره چی رو ببینه، قراره از کجا بیاد و به کجا بره و دقیقاً
تیم میدونن که دارن چی رو پیاده سازی میکنن، دارن چی رو برنامه نویسی میکنن و کمتر میخواد خطا بکنن و اشتباه بکنن که اصلاحش بکنه، یعنی خطاشون رو میاره پایین‌تر. این نقشه راهی که میده. اگه بخوام مثال بزنم توی دنیاهای واقعی، مثلا دنیای دیگه، مثل معمارای ساختمون میمونن، طراحای محصول. فرق معمار ساختمون با یه مهندس عمران چیه؟ مهندس معمار میاد نقشه اولیه ساختمون رو به شکل ویژوال در میاره و همون حالتی که داره ویژوال در میاره همه ایراداشو میگیره و خب یه چیز خوب درست میکنه. همون جایی که بفهمه مثلا این اتاق جاش بده، میاد این طراحیشو برمی‌داره، این اتاق رو جابجا میکنه. چون هزینه خراب کردن این اتاق توی طراحی کمتر از اینه که بره بیل و کلنگ برداره، خونه رو خراب کنه و جابجاش کنه. دقیقاً توی ساخت نرم افزار هم همینه. این که ما با استفاده از طراحی بریم اون ویژگی رو، اون مثلا دکمه رو، اون رنگ و اون مسیر رو عوض کنیم، هزینه‌اش خیلی خیلی پایین‌تر از وقتیه که برنامه نویسی شده، طراحی شده، همه کارش انجام شده، بیایم تغییرش بدیم. هزینه‌اش خیلی خیلی پایین‌تر. دیگه طراح محصول چیکار میکنه؟ میاد دیزاین سیستم تعریف میکنه، از دیزاین سیستم‌های آماده استفاده میکنه، میاد رنگ، فونت، چیدمان صفحات و همه چیزو یک پارچه و طرح تمیز و مشخص طراحی میکنه و حالا میذاره تو مثلا فایل فیگماش و خب تیم میرن اون رو میبینن، کاربرا اون رو میبینن. حتی تو این مرحله ممکنه تست هم ازشون گرفته بشه که مثلا چه جوری حالا با این نرم افزار کار کنیم و بفهمه که اون مسیری که دارن حالا میذارن درسته یا نه. و خب ممکنه یه جایی بفهمن که یه چیزا اشتباه و تغییر بدن و به اون چیزی که میخوان برسن، ولی خب توی تایم و زمان مشخص. حالا چی میشه؟ این چیزی که توسط طراح محصول طراحی شده گذاشته میشه در اختیار تیم. برنامه‌نویسا از روش برنامه‌نویسی میکنن، میفهمن که حالا هر چیزی باید کجا باشه، هر صفحه‌ای باید چه جوری باشه، چه ویژگی‌هایی داره، چیدمانش چه جوریه و در آخر مثلا رنگش، فونتش، سایزش، اینجور چیزاش چه جوریه. چیز مهمتر اینه که بفهمم مثلا هر چیزی جایگاهش کجاست، کجا باید قرار بگیره، اگه روی فلان چیز زده شد باید به کجا بره، چون مسیر رو میسازه طراح محصول و این مسیر مهمترین چیزی که طراح محصول میسازه یا یو آی یو ایکس دیزاین. خب حالا اینجا برنامه‌نویسا فقط تمرکزشون رو میذارن روی برنامه‌نویسی، پیاده سازی و دیگه مثلا به فکر نمی‌کنه که حالا مثلا این دکمه رو گذاشتم اونجا چیکار بکنم، حالا بشینم فکر کنم که اونجا باید چیکار بکنه. اون تمرکزش رو میذاره روی این که یه چیزی رو بسازه، یه برنامه‌نویسی انجام بده که به بهترین شکل ممکن پیاده سازی بشه و کمترین باگ داشته باشه. و تمرکزش رو میذاره روی بهینه کد زدن و حدس نمیزنه مسیری که کاربر باید بره و یه مسیر شست رفته جلوشه. حالا چی میشه؟ نتیجه چی شد؟ توی 6 ماه 3 تا فیچر اصلی طراحی شد و کامل پیاده سازی شد. توی تیم اول چی شد؟ توی تیم اول 4 تا فیچر اصلی پیاده سازی شد. فرقشون با همینه. چون طراح محصول داشتن، چون طراحی کردن یه خورده توی ورژن اولیه‌شون زمان بیشتری نیاز داشتن. یعنی اگر که مثلا تیم اولی 4 تا فیچر تونست پیاده کنه، تیم دومی 3 تا فیچر یا منظورم از فیچر ویژگی اپلیکیشن. خب حالا بریم ببینیم که وقتی که لانچش کردن چی شده. خب حالا وقتشه که اپلیکیشن ها برن تو بازار، کاربرا بیان ازش استفاده کنن و ببینیم که چه جوریه. خب تیم اولی با حالا امکانات بیشتری که از اون تیم قبلی داره میره سراغ یوزرها یا کاربرام. نتیجه بریم ببینیم چی میشه. 70% از کسایی که اون اپلیکیشن رو نصب کردن بعدش چند دقیقه اپلیکیشن رو میبندن. چرا؟ چون گیج میشن. نمیدونن باید دقیقاً چیکار کنن، نمیدونن که مثلا باید از روی این دکمه میزنن، مثلا توی یه صفحه 100 تا اطلاعات ازشون میخواد. اعصابشون خورد میشه دیگه. شماره مثلا همراه، ایمیل، کارت ملی، نمیدونم نام پدر، اعصابش خورد میشه دیگه. همه اینا رو بخواد همون اول وارد کنه، اصلا میره رو مخش، میبندتش دیگه، سراغش نمیره مگه اینکه مجبور باشه ازش استفاده کنه. چه اتفاقی میفته؟ یه سری افراد که اصلا استفاده نمیکنن، اگه مجبور باشن هی به پشتیبانی زنگ میزنن، سوالای تکراری میشنون یا ممکن اصلا باگای عجیب غریبم بخورن و مسیرایی هم جلوی پای کاربر ممکنه باشه که درست کار نکنه. و تازه بعد از لانچ محصولشون یا عرضه کردن به بازار میفهمن که باید یه سری مسیرها رو تغییر بدن. خب 3 ماه زمان تصمیم میگیرن که 3 ماه زمان رو صرف کنن تا این موارد رو اصلاح کنن. یعنی نه تنها ویژگی جدیدی به نرم افزارشون اضافه نمیکنن، بلکه باید برن
چه از نظر تجربه کاربری بوده چه از نظر برنامه‌نویسی بوده رو حل بکنن. حالا بریم سراغ تیم دوم ببینیم اونا اونا احتمالاً 30% از کاربرا اپلیکیشنشون رو ترک میکنن، ولی خب 70% توی اپلیکیشن میمونن. دقیقاً نقطه مقابل اون قبلی‌ها. حالا افراد تیم که مثلا شامل مدیر محصول میشه و طراح محصول بر اساس یه سری ابزارها و یه سری تستا میاد بررسی میکنه ببینه مشکل کجا حالا این ایرادا وجود داره و میاد توی طراحیش اینا رو تغییر میده و بروز میکنه، ولی تغییراتی که میده خیلی کمتر از قبلیه و حتی فرصت میکنه توی کمتر از 1 ماه نسخه بعدی رو بده بیرون، اصلاحات انجام بشه و حتی یه ویژگی جدید هم به نرم افزار اضافه میکنن. این چیزی که گفتم نه اغراقه نه مثلا دفاع از طراحی محصول و اینجور چیزا. این داستان هزاران تیم واقعی تو دنیا که دارن کار میکنن و خیلی هاشون حتی همین الان توی مثلا شروع تیم با مثلا یه تیم برنامه‌نویسی شروع میکنن و از یه دیزاین سیستم استفاده میکنن و فکر میکنن همه چی رنگ و لعابه و خب الان دارن کارشون عالی پیش میبرن، ولی خب نه، واقعا اشتباه میکنن. طراحی کردن یعنی درک کردن یوزر، مشتری، کاربر قبل از برنامه‌نویسی. یعنی همون معماری که میاد ساختمون رو قبل از اینکه بسازه طراحی میکنه، ماکتش رو مثلا قبلا میادن ماکت میساختن، الان میان توی نرم افزار تیردی درست میکنن، میاد اونو بررسی میکنه، مثلا میاد به مشتریش نشون میده، میگه مثلا من این شکلی قرار خونه‌تو بسازم، میخوای؟ مثلا میگه نه، مثلا اینجاشو عوضش میکنه، یا میگه نه اوکیه. ولی وقتی که خونه رو مهندس عمران ساخت، وقتی کارگر اومدن خونه رو ساختن، بیل زدن، کلنگ زدن، نمیتونه بیاد بگه این دیواره رو خراب کن. میشه بکنی ولی هزینه‌اش خیلی زیاده. چیزی که میخوام بگم، یه طرح محصول خوب چی به شما میده؟ یه طرح محصول خوب باعث میشه که زمان تکرار و اصلاح اون نرم افزار به حداقل برسه. یعنی زمان انجام دادن کارهای تکراری برای شما، اصلاح کردن چیزای تکراری برای شما به حداقل برسه. موقع طراحی کردن کلی آزمون خطا میکنه، کلی فکر میکنه که چیزی بسازه که به نفع هم کاربر باشه، همون بیزینسی که قراره از اون محصول درآمدی کسب بکنه و نفعی براش داشته باشه. پس اگر که میخوای یه نرم افزار، یه اپلیکیشن، یه وبسایت داشته باشی که بهت سودی برسونه و تو رو به نتیجه برسونه، بهترین توصیه که میتونم بهتون بکنم اینه که حتما همون اول کار که دارین کارو شروع میکنین، طراح محصول یا UI UX دیزاینر رو وارد تیمتون بکنید و از ایدئالگرایی هم دور بشید. یعنی چی؟ یعنی اینکه محصول رو با توجه به ویژگی‌هایی که مشخص میکنید بسازین و یه زمان محدود براش در نظر بگیرید. 10 سال درگیر طراحی نباشین، یه زمان کوتاهی. در واقع طراح محصول برای زیبایی فقط نمیاد، برای این میاد که کاربر، مشتری تو اون نرم افزار بمونه، ازش استفاده بکنه و به نتیجه برسه. حالا شاید یه بار مثلا نیاز داشته باشه که بیاد از این استفاده کنه، ولی همون یه بار باید بتونه از این استفاده کنه و به نتیجه برسه و بتونه ازش استفاده کنه. هدف اصلیش همینه. اگه تا حالا توی تیم بودی که طراح محصول یا طراح UI UX نداشتی و کار بردین جلو، تجربتون رو برام بنویسین که چه جوری بود. و اینکه اگر که سوالی دارین یا دنبال ساخت یه تیم حرفه‌ای هستین، حتما برام بنویسین که دوستان ویدیوی بعدی درباره چه نقشی از حالا کسایی که توی این حوزه کار میکنن باشه تا دربارش ویدیو بسازم. لایک و کامنت و سابسکرایب و اینجور چیزا یادتون نره، چون باعث میشه که از من حمایت بکنین و من انگیزه بگیرم که بتونم ویدیوهای بهتری بسازم و بیشتر ویدیو بگیرم. اگرم که دوست داشتید حالا درباره کار طراح محصول که دقیقاً چی کار میکنه و چی کار نمیکنه بیشتر بدونید، بهم بگید تا دربارش باز ویدیو بسازم و بیشتر توضیح بدم.